طور معلوم شد هنگام حادثه کارمندان پلیس لباس ملکی در تن در حالت مستی قرار داشتند. آنها به خانه در آمده پول طلب کردند. بعد علت و کوب بیرحمانه نمایندگان حفظ قانون به زادگان آسیای مرکزی با سلاح تهدید کردند. دو نفر آنها به فشار تاب نیاورده از دوم آشیانه خود را به بیرون پرتافتند. یکی از آنها پای و دیگری ستون مهرش شکسته بیهوش شد. دیروز ساعتهای 10 به 11 شب ما خوراک می‌خوردیم. ناگهان دو کارمند بخش جستجوی جنایی با لباس ملکی آمدند. آنها یک باره به لط و کوب بچه‌ها آغاز نمودند. وقتی نوبت به من رسید یکیش تپانچه را برآورده گفت که میپراند. دیگر من چیزی را در خاطر ندارم. وقتی به خود آمدم در زمین با پای شکسته میخوابیدم. دو مهاجر که از تیریزه پریدند بیش از 1 ساعت روی زمین ماندند. هیچ که از این دو افسر دست راست یاری تاجیلی را دعوت نکرده است. آنها در این وقت به لط و کوب مهاجران اجاره نشین در خانه و طلب 10,000 روبل روسی ادامه میدادند. به مثل بازپرسی بود. حتی حجت خود را نشان ندادند. از من پرسیدند که از کجایم. گفتم از قرقیزستان. وقتی به سوالها پاسخ میدادم ناگهان بر رویم سخت ترسکی زد. مهمانی بیهوش در روی زمین خوابیده را همسری صاحب خانه بعد از 1 ساعت هنگام بازگشت از مغازه دیده یاری تاجیلی را دعوت کرد. افسران متهم به غارت کارمندان بخش جستجوی جنایی به بیمارخانه آمده از جبر دیده ها طلب کردند زیر عریضه امضا گذاران که طبق آن گویا هر دو نفر با همدیگر جنجال نموده از تیریزه پریدند. مهاجران شاید از ترس یا از دلسوزی حجت را حتی نخوانده امضا گذاشتند، ولی این حادثه از نظر حامیان حقوق دور نماند. این من به نوبتداری دادستانی ولایت مسکو زنگ زدم. او به من رقم تلفن کمیته تفتیشاتی ولایت مسکو را داد. من به آنجا زنگ زدم و عریضه مرا قبول کردند. در نوبت خود حامی حقوق ولنتینا چوپیک به شعبه امنیتی مراجعت کرد. همزمان او به مهاجران باقی مانده جبر دیده که در خانه مانده بودند در نوشتن عریضه کمک کرد. آنها 2 نفر برگشتند و به لط و کوب شهروند قرقیزستان عمرف ادامه دادند. وقتی مهاجر میافتاد فرمان میدادند که برخیزد و باز میزدند. از او 10,000 روبل طلب میکردند. در همین حال از شعبه کارهای داخلی ولایت مسکو قضیه را به نشریه پدمسکوی سیودنیا این گونه شرح دادند. از روی این حادثه تفتیشات آغاز شده است و در جریان آن تمام پهلوها آموخته می شود. در صورت آشکار شدن عیب میلیسه ها آنها از ساختارهای میلیسه رانده می شوند و بر اساس قانون به جوابگری کشیده خواهند شد. به جز این رهبران بی‌واسطه آنها نیز به جوابگری جلب می شوند. در این بین مهاجران جبر دیده از بیم عملهای ناشایسته حمله‌وران به منزل دیگر کوچیدند. ماموران پلیس حمله‌ور تا حال در آزادی هستند.